ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله. صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. از اول همین رکوع بحث جدیدی آغاز شد در رابطه با اینکه نسبت به حقوق الله و همچنین حقوق بندگان خدا کوتاهی صورت نگیرد. این حقوق به نحو احسن انجام بگیرد که این حقوق را ما خلاصه می کردیم تمام این مباحث آیات را به سه چیز: شرک نکنید، ظلم نکنید، احسان کنید. لذا بحث شرک نکردن و ظلم نکردن و احسان کردن یکی از صورتهای احسان، حالات صورتهای ظلم در رکوع بعدی می آید که ظلم نکنید. یکی از صورتهای احسان خواندیم که از همه احسانها در رأس احسانها هست و بالوالدین احسانا، با پدر و مادرتون احسان کنید. هیچ کسی از اونها مستحق تر نیست. بعد از پدر و مادر در باب حقوق العباد نوبت به بقیه خویشاوندان میرسد. و آت ذا القربى حقه، به خویشاوندان حق اونها را بدهید، حقی که خداوند عزوجل مشروع فرموده. دین اسلام دین حقوق است. هر کسی حقی دارد، خویشاوند هم حقی دارد. الله می فرماید حق اونها را بدهید. بعضی از حقوق غیر مالی هستند، بعضی از حقوق مالی هستند. غیر مالی مثلا شما وقتی که او مریض میشه به عیادتش برید، وقتی که مشکلی حادثه اتفاقی برایش پیش میاد به تسلیتش برید، وقتی که فوت میکند به جنازه شرکت کنید. بالاخره هر مشکلی که برایش پیش میاد در کنار او باشید. صله رحمی یعنی همین. این در واقع حقوق غیر مالی هستند که انسان انجام میده. دو سه تا را به عنوان نمونه عرض کردم، زیاد در زندگی پیش میاد. لذا گاهی نیازی به مشاوره داره، گاهی نیازی به قرض الحسنه داره، گاهی نیازی عرض به خدمت شما به عیادت داره، گاهی برایش مشکلی پیش آمده نیاز به تسلی و آرامش داره، جنازه شرکت در جنازهش داره. اینها همه حقوق غیر مالی هستند. این نکته را هم مهم هست که باید بدانید که این هم اگر ما فکر بکنیم این از حقوق پدر و مادر که ما داریم ادا میکنیم، یعنی حق پدر و مادر اینجا هم تسری کرده. چگونه؟ چون کسی که خویشاوند من و شما هست یا خویشاوند پدری هست یا خویشاوند مادری هست، بالاخره از این طریق خویشاوند میشه. پس و آت ذا القربى حقه به این معنا هست که اونهایی که دارای قرابت هستند، اما الاهم فالاهم، الاقرب فالاقرب، از نزدیک شروع میشه تا دورتر، حقش را به اونها بدهید. و حق مالی اینه که اگر اونها مشکل مالی دارند به اونها رسیدگی کن. اگر ورشکستگی مالی برایشون اتفاق افتاده کمک کنید. اگر دیه قتل خطا، دیه قتل عمد را باید طرف خودش بده. متاسفانه اینجا برعکسه در جامعه ما.
اگر کسی قتل خطایی میکند کسی باش کمک نمیکنه، کسی قتل عمدی میکنه همه قوم وظیفه میدن اون را کمک بکنن، در حالی که در فقه برعکسه. یعنی کسی که عمدن کشت او باید یا خودش کشته بشه یا اگر او را بخشیدند و ازش دیه گرفتند بقیه اعضای فامیل جمع نکنه. چرا چنین گناهی کرد؟ باید کمکش کنید، منزلش را بفروشید، ماشینش را بفروشید، زمینش را بفروشید، هر چه داره دیه را باید خودش بده، دیگران ندند. اما اگر اشتباها کرد عاقله بده، بقیه فامیل بده. بس اگر دیه‌ای هست در دیه هم همراه بشه، اگر تصادفی پیش آمده در خسارات تصادف با او همکاری بکنه، اگر فقیر است نادار هست به او رسیدگی بکنه. بهترین مالی که شما مصرف میکنید به عنوان صدقه، صدقه که به پدر و مادر داده نمیشه، اونها بالاخره وظیفه انسان است، باید انسان همونطور که زن و فرزند را باید انسان نفقه بده، پدر و مادری که ندارند هم باید نفقه اونا را هم بده. اما در باب صدقه بهترین مصرف خویشاوندان هستند. به همین خاطر قبل از مسکین، قبل از مسافر، قبل از بقیه فرمود و آت ذا القربى حقه، خویشاوندان را حقشون را به اونها بدید. صحابی آمد یا رسول الله من 2 باغ دارم، میخوام هر 2 باغ را در راه خدا صدقه کنم. فرمود یکی را برای خودت بذار، یکی دیگر را بده، هر 2 را نده. بعد فرمود این یکی را که میدی پسرموهایش همه فقیر بودند، نادار بودند، فرمود به اونها بده که اونها از این به بعد از همین باغ مصرف کنند. یعنی نزدیکترین فرد همون نزدیکان خود انسان هستند. و پس به خویشاوندان بدهید مال خودتون. والمسکین، کسی که مسکین است، مسکین کسی که نادار هست، ندارد به اندازه اینکه سد رمقش بشه، گرسنگیش دفع بشه، مشکل زندگی و مخارج زندگیش حل بشه، اون مسکین هست. بعضی میگن اون فقیر هست کمی داره، مسکین اونه که هیچی نداره. بعضی میگن مسکین اونه که کمی داره ولی کفافش نمیکنه، میره کارگری میکنه، اون 200 تومانی 300 تومانی که گیر میاد اون نمیشه دیگه. اگر بچهش مریض بشه مشکل داره، عید بیاد برای لباسش مشکل داره، زمان مدرسه برای کیف و کفش و نوشت افزارش مشکل داره. پس اون چی هست؟ اون مسکین است یا فقیر است، به او کمک کنید. و ابن السبیل، و مسافر، مسافری که آمده و سرگردان ولو اینکه در شهر خودش داره به او رسیدگی کنید. و بعد از این الله عزوجل فرمود ولا تبذر تبذیرا، تبذیر نکنید. تبذیر به معنی زیاده روی هست. اما 2 اصطلاح ما در شریعت داریم، یکی اسراف، یکی تبذیر. اسراف هم زیاده روی هست، فضول خرجی هست، اما فرق داره. اسراف اینه که انسان مال خودش را در راه مشروع اما بیش از حد خرج میکنه. مثلا مال را برای زن و بچه، برای مهمان، برای عرض کنم که نزدیکان، برای دوستان هزینه میکنه، اما زیاد خرج میکنه. این قدر نیاز نیست. مثلا عائلش 10 نفر است، 5 نفر است، او به اندازه 20 نفر غذا درست میکنه، به اندازه 20 نفر هزینه میکنه، ما بقی همش بالاخره حیف و میل میشه، به مصرف فقیر هم نمیرسه. پس این اسراف است. اسراف مفهومش را خوب میدانی. ولی تبذیر، علما میگن تبذیر، چون بعد از این خداوند میفرماید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، منظور اسراف کنندگان نیست. تبذیر اینه که مال را در راه نامشروع انسان خرج بکنه، در راه فساد، در راه گناه، در راه محافل فساد و گناه. مثلا مال را مصرف میکنه، مشروب میخره، دوستانش را پذیرایی میکنه. مال را مصرف میکنه چیز ناجائز، جلسه که در اون جلسه عرض کنم گناه هست، معصیت هست، ارگه، رقص، پایکوبی، غفلت، خدا فراموشیه.
یعنی چنین محافلی را تشکیل میده با سرمایش، با مالش. این دیگه تبذیر است. این اسراف نیست. اسراف سبکتره، اسراف آسانتره، اسراف هم گناه است، اما این تبذیر خیلی گناه است. الله میفرماید ولا تبذر تبذیرا، تبذیر نکن، یعنی مالت را در راه فساد، در راه گناه، در راه ترویج فحشا و منکر مصرف نکن. چون اگر این کار را کردی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، همانا تبذیر کنندگان، کسانی که مالشان را در راه گناه مصرف می کنند، مجالس گناه تشکیل می دهند، مجالس معصیت تشکیل می دهند، کانوا اخوان الشیاطین، اینا برادران شیطان هستند. چرا؟ شیطان کارش مگه چیه؟ شیطان انسانها را به گناه آلوده میکنه، شیطان انسانها را به فساد گرفتار میکنه، شیطان هی ترغیب میده به سمت هوای نفس، خواهش نفس، نفسانیت، گناه، معصیت. این کسی که مالش را مصرف میکنه تا جلسه از کنم ارگ میگیره، زنان آنچنانی میان اونجا میرقصند، موسیقی را ترویج میده، شراب و مشروبات و مواد مخدر و اینها مصرف میشه. خب این هم داره در همون راستا، در همون زمینه شیطان داره برای فساد تلاش میکنه، سعی میکنه بندگانی بیشتری بیان آلوده بشن، بیشتر بیان گناه بکنند. به این جهت میفرماید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، میفرماید ان المبذر ساع فی الافساد کالشیاطین. تفسیر قرطبی میگه چون کسی که تبذیر میکنه تلاش میکنه که فساد ایجاد بکنه، مثل شیاطین. و کان الشیطان لربه کفورا، اینا وجه مشترک دارند. این مبذر با شیطان وجه مشترک داره. شیطان خدا همه نعمت را بهش داد، اما آخر ناسپاسی کرد، ناشاکری کرد. این انسان هم همه نعمت را خدا بهش داده، مال داده، متاع داده، این مال را در راه گناه مصرف میکنه. حیف نیست؟ خدا داده که از همین مال بر علیه راه خدا کار کنی، از همین مال خدا را برنجانی. لذا از این جهت و کان الشیطان لربه کفورا، این مبذر هم در واقع نسبت به ربش کفور است، ناسپاس است، ناشاکر است. شکر نعمت اینه که ما نعمت را در راه صحیح مصرف کنیم، در راه اولا نفقه اون کسانی که نفقهشون بر ما واجب هست، زن و بچه، خویشاوندانی که به عهده ما هستن، از پدر و مادر گرفته تا برادر و خواهر، اونایی که بی بضاعت هستن، ناتوان هستن، باید ما هزینه کنیم. بعد از اون بقیه خویشاوندان. لذا ما مال را چیکار میکنیم؟ ببریم در راه گناه، دیگه این ناسپاسی هست. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک. خب بحث چی بود؟ بحث این بود که شما به کسانی که فقیر هستند، نادار هستند، خویشاوند هستند، به اینها رسیدگی بکنید. اما اگر یه وقتی آمده خود شما چیزی نداشتید، اون روز در اون عرض کنم که گاف صندوق شما، جیب شما، اون دلخ مغازه شما چیزی نبود، دست شما خالی بود، حداقل زبان خوشی باش داشته باشید. اگر نتوانست کمک کنید، با او برخورد خشن داشته نباشید، برخورد نامناسب نباشید. و اما تعرضن عنهم ابتغاء، چون اینجا بیشتر فرموده برخورد، چون معمولا کسی که سائل از کسی میاد چیزی میگیره عصبانیتون میکنه، چه بسا اصرار میکنه، شما میگی ندارم، باور نمیکنه، دیگه نباشه که یه کلمه تندی بهش بگه انسان، یا بزنه او را، یا او را توبیخ بکنه، عتابش بکنه، سرزنشش بکنه، با ذلت از مغازه او را بیرون کنه. نه، این کار نباشه. الله عزوجل همین را فرموده و اما تعرضن عنهم، اگر از اونها اعراض کردید، روی بر تابیدید،
به خاطر چی؟ ابتغاء رحمت من ربک، به خاطر طلب رحمت ربت. فعلا چیزی به دستت نیست، خدا اگر بر تو رحمت کنه بعدا میدی. به خاطر یعنی اگر به دلیل ناداری اعراض کردی و از امدادشان قاصر بودی، از کمک کردنشون ناتوان بودی، اما منتظر رحمتی هستی که ترجوها، امیدش را داری، شاید خدا امشب فردا بهت بده، یک منفعتی برسه، یک سودی برسه، به خاطر اون الان نداری بهش بدی. لذا الله میفرماید فقل لهم قولا میسورا، بگو سخن نرم بگو چشم بیاد در خدمتت هستم، یا حداقل دعای خیری بکن، بگو فعلا ندارم، خدای تعالی خودش از در غیب بهت بده، خدا شکمت را سیر کنه، خدا سرمایه دارت بکنه. یعنی یه چیزی بگو که دلش خوش بشه، نه اینکه بدتر او را برنجانی، بیشتر برنجانی. فقل لهم قولا میسورا، میسور یعنی سهلا لینا، یا وعده خوبی باش داشته باش. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الله عز وجل میفرماید در هر چیز اقتصاد خوبه. اقتصاد یعنی میانه روی، اعتدال. اقتصاد در انفاق، در خرج کردن هم انسان میانه رو باشد. بعضی ها هستن که خیلی فضول خرجی میکنند، حقوقی اگر گیرشون میآید 4 روز اول هزینه میکنن، بعدا 20 روز دیگه سرگردان میشن. بعضی ها هستن چنان دستشون بسته است که اصلا دستشون باز نمیشه تا آخر، هر چی داره انبار کرده. هر دو را الله تعالی رد میکنه، هیچ کدوم از این نباشه. چه برای زن و بچه‌ت انفاق میکنی، چه در راه خدا. بعضی وقتا بعضی ها احساساتی میشن، آن حضرت قبول نکردند. یکی آمد گفت اشتباهی کرده بود، گفت یا رسول الله تمام مالم را میدم به خاطر اینکه من این گناه را کردم، به خاطر همین مال بود. آن حضرت فرمود نه این کار را نکن، برو اینقدر که ناراحت 1/3 مالت را هزینه کن، همه را نکن. در هر چیز اعتدال خوبه، در هر چیز میانه روی خوبه. نباشد چنین چیزی که شما هزینه بکنید در جایی خرج کنید یا انفاق بکنید، بعدا خودتون اهل و عیالتون در معاشتون در زندگیتون با مشکل مواجه بشید. لذا الله میفرماید ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، یعنی دستت را نبند پشت گردن، دستت را قفل نکن. به چه معنا؟ یعنی بخیل نباش. بخیل دستش گویا اصلا قفل شده و کلیدش هم گم شده، اصلا دستش هیچ وقت یاری نمیده برای دادن چیزی. پس دستت را قفل نکن، پشت گردن نبند. ولا تبسطها كل البسط، و همچنین بازش هم نکنی، همون فضول خرج ها را میگه. ولا تبسطها كل البسط، بازش هم نکن، کاملا باز کردن، چنان که هیچی برات نمانه، همه را یهو بدید و همه را تمام کنی. فتقعد ملوما محسورا، اون وقت منشینی ملامت شده، محسورا یعنی درمانده، از همه جا درمانده. حالا مورد نکوهش واقع میشه، ملامت خودت داشتی چرا خرج نکردی، چرا نگه نداشتی، چرا پسنداز نکردی. لذا در هر چیز میانه رویش خوبه، اعتدالش خوبه، اقتصادش خوبه. لذا الله عزوجل در اینجا حتی ولو اینکه در انفاق باشه ما را دستور میده به اعتدال. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. حالا اینکه بعضی از ما داریم بعضی نداریم، یکی داراست یکی ناداره، یکی غنیه یکی فقیره، اینا همه برای همدیگه امتحان هستند. فقیر را خدا امتحانی برای غنی درست کرده، غنی را امتحانی برای فقیر درست کرده. لذا کسی فکر نکنه که من زرنگ بودم، من درس خواندم، من تحصیلات داشتم، من اقتصاد خوندم، مدیریت خواندم، من سرمایه‌دار شدم. اون چون درس نخواند. بعضی وقتا برعکس میبینیم که کسی همه رشته های خوب را میخوانه ولی درآمدی نداره، کسی خواندن و نوشتن بلد نیست ولی خیلی خدا بهش داده. این تقسیم نه با زرنگی هست و
نه با سواد هست، نه با عقل هست، نه با حتی ایمان هست. خیلی ها هستن ایمان دارن هیچی ندارن، خیلی ها هستن ایمان ندارن همه چیز دارن. گاهی برعکس میشه، گاهی غیر مؤمن هیچی نداره، مؤمن همه چیز داره. لذا تقسیمی که خدای عزوجل در رزق میکنه بر اساس تقسیمی هست که خداوند در قرآن نگفته من بر اساس چی به شما میدم، بر اساس عرض کنم ایمانداری نه خیر، بر اساس زرنگی هم نه. یک تقسیمی هست که عند الله هست. خداوند برای بعضی از بندگان چه مؤمن چه غیر مؤمن فیصله کرده که دارا باشند، برای بعضی ها فیصله کرده که نادار باشند. اونایی که خدا فیصله کرده که مثلا نادار باشند به هر دری میزنن میبین کم میار، آخر پیشش دعا نویس ها میرن میگه دعای بنویسی تعویض بده. نه، خدا برای تو همین مقدر کرده. شما از حضرت سلیمان هم دعا بگیری هم بجای وقتی که خدا برایت مقدر بکنه که رزقت این مقدار باشه. چرا گاهی یه دعایی هم کارساز میشه. افرادی آمدن خدمت رسول الله، یا رسول الله دعا کنید خدا به ما برکت بده، مال بده، ما در راه خدا خرج کنیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کردند، خیلی سرمایه‌دار هم بعضی شدن، بعضی وفا کردن بعضی نکردن. منظور اینه که این معنی سخنم این نیست که دعا تأثیر نداره، دعا تأثیرات خودش را داره، اما الله عزوجل خب برای اون کسی که بعد از دعا به عنوان مثال بهش میده مقدر کرده بعد از این وسیله که همون دعا باشد، اما بعضی ها نه. لذا تقسیمی که خدا میکند حکمتش را خود الله بهتر میداند، فلسفهش را او میداند. ما بر اساس این تقسیم مغرور نباشی که من دارم او ندارد. لذا وظیفه من هست، یکی از موارد امتحان اینه که به ما داده به اون فقرا نداده، وظیفه من را در قبال اونا انجام میدیم یا نه؟ وظیفه من را در قبال اون یتیم بچه یتیم انجام میدیم یا نه؟ لذا الله عزوجل میفرماید تقسیم بر من هست. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. همانا رب تو او فراخ میکند، زیاد میکند رزق را برای هر کسی که بخواد، و یقدر و برای هر کسی که بخواد تنگش میکنه، کم میده. انه بعباده خبیرا بصیرا. همانا اون ذات نسبت به بندگانش هم خبر دارد از همه احوالشون و هم خوب بینا هست. بر اساس بینایی، بر اساس حکمت، بر اساس مصلحت، بر اساس اون حکمت هایی که پیش او هست و او میداند و کسی دیگه نمیداند، الله تعالی تقسیم میکند. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. خب اون در اون سوره دوتا اولی که هم شرک نکنید، واعبدوا الله ولا تشركوا قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، و هم احسان بالوالدین احسان، به خویشاوندان احسان. حالا اینجا ما موارد ظلم را میخوانیم که ظلم نکنید. این مسائلی که بیشتر اینجا بیان شده در این رکوع، این مسائلی هستند که اگر خدای ناکرده کسی مرتکبش بشه مرتکب ظلم شده، ظلم به خود، ظلم به دیگران، ظلم در حق خدا. الله میفرماید ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. شما اولادتون را نکشید از بیم فقر، از ترس فقر. در قبلا خدمت شما عرض کردم که در زمان جاهلیت قتل اولاد مرسوم بود، بچه ها را می کشتند. اما قتل اولاد به سه صورت بود. یکی بچه ها را می کشتند، دختر بچه ها را فقط می کشتند به خاطر ننگ، می گفتند فردا داماد بیاد خونه من. لذا این اون غیرت جاهلیت اونها، حمیت جاهلیت اونها و تعصب جاهلیت اجازه نمیداد دخترک بیچاره را زنده به گور می کردند. این یک صورت هست. صورت دوم بچه های خودشون را به خاطر خدایان می کشتند، به خاطر خدایان باطل می کشتند.
حتی اعتقاد داشتن مشرکین، بعضی از مشرکین، هر کسی را خدا 10 تا پسر داد، او یکی را باید قربانی بکنه برای خدایان، برای آلهه. بعضی ها نظر میکردن، بعضی هم اعتقاد را داشتند. معروف درباره جد آن حضرت صلی الله علیه وسلم عبدالمطلب 10 تا فرزند داشت، گفت باید یکی را بکشم. لذا گفتن کدوم یکی را بکشد؟ عبدالله که پدر رسول الله بود، عبدالله را از همه بیشتر دوست داشت، بسیار ناز بود. آخر بهش گفتم باید قرعه کشی بکنی. همه شیوخ قریش جمع شدند، قرعه کشی کردند، قرعه به نام عبدالله در آمد. حالا الله تعالی مقدر کرده که از عبدالله محمدی صلی الله علیه و سلم متولد بشه که تمام جهان را روشن کند با نور ایمان و هدایت. ولی نشد، نخواست او را قربانی بکند. بار دوم گفتن قرعه کشی میکنیم، بار دوم دوباره اسم او در آمد، بار سوم هم اسم عبدالله در آمد. آخر بهش مشوره دادن که به اندازه یک دیه در همون زمان 100 تا شتر بود، به جای اون دیهش را بده. لذا 100 تا شتر قربانی کرد تا عبدالله را قربانی نکند. بالاخره این رسم بود. خیلی ها بچه هایشون را که 10 تا می شدن به خاطر خدایان می کشتند. این دو صورت. سومی صورت گاهی نمی خواستند فرزندی باشد، 3-4 تا بود، می گفتن کافی، از کجا بیاریم نان بیاریم. لذا اگر فرزند دیگری متولد می شد او را می کشتند، او را از بین می بردند. الله عزوجل این را فرمود ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. فرزندان خودتون را از بیم فقر نکشید، از ترس فقر و ناداری نکشید. الله می فرماید نحن نرزقهم و ایاکم، ما اونها را رزق میدیم. اول اسم اونها را برده، نحن نرزقهم، ما اونها را رزق میدیم و بعدا به شما رزق میدیم. ایاکم یعنی اول خدا رزق اونها را میده. ببینید در رابطه با امروز شاید از بس که تبلیغات شده متاسفانه در رسانه ها این مسئله، ما همه چیز را بر اساس اسباب نگاه میکنیم، در حالی که اگر به همین اسباب خوب دقیق نگاه بکنیم باز هم میبینیم که الله عزوجل اسباب هم به دست خدا هست. امکانات را نگاه نکنید، امکانات را خدا فراهم میکنه. خدمت شما عرض کردم یکی از دانشمندان غرب در سال 1978 در سال 1978 که تقریبا میشه چند سال، 200 خورده سال جلوتر، نزدیک به 300 سال پیش، او گفته بود تا 30 سال دیگه مردم همه از گرسنگی میمیرند. اون بالاخره انسان هست، انسان ها با توجه به اسبابی که موجود هست پیش بینی میکنه. گفته بودند که تا 30 سال دیگه هیچ که زنده نمیماند، اما تا 30 سال دیگه هیچ که هم نمرد از گرسنگی، نگاه نمی کنند. حالا کاش اینها بودند و میدیدند که انسان ها حالا چه رزقی، چه روزی نسبت به اون روز 300 سال پیش چه میخوردند. چیزهایی که امروز خدا به ما داده، اعم از سواری ها، اعم از لباس ها، خوراکی ها، انواع خوراکی ها، اونا تو خوابشون ندیده بودند. ما گاهی میگیم که 200-300 سال پیش پدران ما شاید در 1 سال اونقدر مصرف نمی کردن که ما در 1 ماه مصرف میکنیم. اینقدر خدا هرچی که جمعیت بیشتر شده خدا بیشتر داده. حداقل همین انسان فکر بکنه. امکانات اون زمان که جمعیت کم بود برای حمل و نقل چی بود؟ گاو بالاخره اسب و شتر بود. امروز خدا تعالی چه وسایل نقلیه‌ای که انسانها را جابجا میکنند، چه غول پیکرهایی، هم در هوا، هم در دریا، هم در خشکی خدا درست کرده. برای حمل و نقل بین المللی خدا تعالی چه کشتی های بزرگی که یک کشتی به اندازه یک شهر است، 6 ماه فقط بارش میکنند. اونم نباد دست،
با پیشرفته ترین دستگاه های پیشرفته جر ثقیل های آنچنانی تا 6 ماه طول میکشه تا این پر بشه. این رب است، قربان رب بریم. هرچی که نفوس را بیشتر میکنه جمعیت را بیشتر میکنه. ما اینو میگم شما برید زندگی حیوانات را مطالعه بکنید. همیشه من همین مثال را جایی تو مجله دیدم، بعضی ماهی ها هستن روزی 200 کیلو ماهی میخورند، روزی 200 کیلو ماهی خدا همونجا براشون فراهم میکنه. شما تو سال 200 کیلو ماهی میخورید؟ الله عزوجل برای هر کسی که نوعی از رزق مقدر کرده همونجا برایش فراهم هم میکنه. بعضی درنده ها هستن تو بالاخره جنگل ها چه گوشت های میخورن، اینا رو که تو باغ وحشا میارند، در حیات وحش میارند، برای اینها چقدر هزینه میکنند، چقدر گاو و شتر برایشون میکشند، اما اونجا تو جنگل هستن خدا رزقشون را میده. الله عزوجل برای همه فراهم میکنه. برای همه. کسی کلیپی برای من فرستاده بود، یک پرنده ای را، یک دوربینی را به کار برده بود، یک پرنده بسیار قشنگ و زیبایی مثل شکل بلبل بود. اونجایی که این پرنده تازه برای خودش لانه میسازه، تا روزی که بالاخره اون جوجه ها میرن 47 روز طول میکشه، بالاخره اون دوربین ثبت کرده به روز اول، روز دوم، روز سوم، تا بالاخره چطور اون لانه را تو اون جایش درست میکنه. بعدن یک تخم میگذاره، 5 تا میذاره. بعدن چطور میره برای اینها دانه و غذا یک میاره تو دهنشون میذاره. اینا را کی راهنمایی کرده؟ رزق را اینها را خدا مقدر کرده، در دل اون مادر این مهر را میده، به او خدا او را راهنمایی میکنه. والذی قدر فهدی، یعنی رزق هر کسی را که خدا مقدر کرده در جای به همون سمت و سو راهنماییش هم میکنه. برو از اینجا بچین بیار به دهن این از کنه جوجه کوچولویت بده، تا اینکه این 47 روز تمام میشه اینا پروبال میگیرن، بعد یکی یکی پرواز میکنه، هر یکی میره دنبال کارش. دوباره شاید مادر اونها را اصلا نمیبینه، ولی تا اون روز این وظیفه را داره. الله عزوجل برای هر چیزی رزقی روزی مقدر کرده، لذا دست پاچه نشیم. بعضی میگن آینده جنگ روی آبها خواهد بود. نه، الله عزوجل در یک باران اینقدر آب میده که کشورها از مهارشون عاجز میشند. لذا الله عزوجل میفرماید از خاطر از بیم فقر. من میخوام در رابطه با جلوگیری که امروز مردم میکنند مختصر خدمت شما عرض بکنم. حالا جلوگیری زیاد مسئله فقهیش را نمیپردازیم، اینجا جایش نیست. جلوگیری به خاطر بعضی مسائل پزشکی باشد، مریضی هایی که در مادر در فرزند ایجاد میشه، بعضی مسائل علمی تحصیلی، دانشجویان، طلبه ها، اونا خب جای خود دارند، علما فتوا دادند، موقتا درست هست، اشکالی ندارد. اگر کسی جلوگیری میکند به خاطر اینکه بالاخره راحت بتونه درس بخونه بعدن خدا بهش فرزند بده، یا جلوگیری میکنه به خاطر اینکه یه سری مشکلات جسمی هست، مریضی هایی که امروز منتقل میشه، اینا اشکال نداره، اینا را علما فتوا دادند، گنجایشش هست. اما به خاطر اینکه حقوقم کفاف نمیکنه، این اشکال در این با این آیه در واقع همخوانی نداره، با این دستور خدا همخوانی نداره. بعض محاسبه میکنه من ماهی 5 تومن میگیرم، خب شیر خشکش را، پوشاکش را، همه را میگه نه نمیشه، لذا جلوی فرزند را میگیره. نه، خدای عزوجل وقتی که فرزند را بده اینجا چی فرموده؟ نحن نرزقهم. در اونجا در سوره انعام خواندیم نحن نرزقکم و ایاهم، اول شما را ذکر کرد بعدن اونها را. اینجا اول اونها را ذکر کرده، این معنادار است ما اونها را روزی میدیم و شما را. یعنی خدا وقتی که رزق را مقدر بکند و تقسیم بکند، اول برای ضعفا، اون بچه ضعیف ناتوان است. حتی در حدیث آمده انما تنصرون و ترزقون بضعفائکم، گاهی که خدا شما را یاری میکنه، به شما رزق فراوان میده به خاطر همین ضعفا، یعنی شما به برکت اونها داری غذا میخورید، به برکت اونها
سرمایه‌دار شدید که خدای تعالی اون ضعفا رو به شما داده، شما سرپرست اونها هستید، شما دارید برای اونها بالاخره زحمت میکشید، خدا به شما بیشتر داده. پس فکر نکن که رزق کفاف نمیکنه. یک عزیزی میفرمود که اولاد زیاد داشت، گفت من تجربه کردم در زندگیم هر فرزندی که خدا به من داده یک دری برای یک رزق هم برای من باز کرده، از یک جای دیگه درآمدی هم برام درست شده. اینطوره الله عزوجل درآمدهای جدید درست میکنه. ولی کسی که بترسه این در واقع توکلش به خدا ضعیفه. این که خدا میفرما و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، بر این اعتمادش ضعیفه. لذا این وقتی که کسی خودش توکل نداره خدا چطور بهش بده؟ لذا الله میفرماید نحن نرزقهم و ایاکم، ما هم به آنها رزق میدهیم و هم به شما میدهیم. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، همانا کشتن اونها، قتل اونها خطای بسیار بزرگی هست، خطا و جنایت بسیار بزرگی هست. قتل نفس شوخی نیست، بالخصوص با این عقیده غیر اسلامی. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. یکی از صورتهای ظلم اون بود قتل اولاد، یکی دیگر از صورتهای ظلم زنا هست. زنا هم یکی از بزرگترین ظلم هاست که انسان انجام میده. علاوه از این که گناهی خلاف دستور خدا میکنه این خودش ظلمه، اما خیلی وقتها نتیجه زنا اولاد نامشروع میشن که این اولاد در جامعه مظلوم ترین قشر، اینا که گناهی نکردن، همه پدر دارند، فامیل دارند، نسبت دارند، برادر دارند، این هیچ کسی را ندارد. اینا بگی فرزند کی هستی خجالت میکشه، نمیدونه من از کجا آمدم، فرزند کی هستم. بالاخره تو یک زباله بوده، زبالدان بوده، بیزیستی آمده جمع کرده نگهداریش کرده. این ظلمی هست. در آینده بالاخره در طول زندگی، نه اینکه فقط الان بچه است، الان امکان داره خیریه بیاد شیرش را فراهم بکنه، ولی تا روزی که این زنده هست این زجر میکشه و گناهش به گردن همونهایی که این کار را کردند. لذا علاوه از بقیه اشکالاتش، فقط من جنبه ظلمش را خدمت شما عرض کردم چون گفتم اینها موارد ظلم هستند. اما خداوند عزوجل اینجا فرموده به صورت مبالغه، نفرموده ولا تزنوا، زنا نکنید، فرموده نزدیکش نروید. خداوند حدودی درست کرده، قوانینی. به همین خاطر ما قوانینی در زندگی داریم در رابطه با ارتباط بین مردان و زنان نامحرم. اون قوانین را وقتی که انسان رعایت نکند، لذا نزدیک رفتن است، ولو اینکه مرتکب نشه بازم خلاف دستور خدا انجام داده. مثلا خلوت مرد و زن یکی از همین دواعی هست، یکی از زمینه ها هست. ارتباطات، یک سری ارتباطات چه پیامکی، چه فضای مجازی، واتساپی، تلگرامی، دیگه چیزهایی که امروز بالاخره هست، اینا تمام از همین قسم است. چیه؟ اینا همه بالاخره پیش زمینه علیاذ بالله زناست. امروز اگر بررسی بشه، خیلی مؤسسات بررسی کردن، امروز بیشتر این ارتباطات نامشروع به خاطر این ارتباطات فضاهای مجازی هستند. لذا اینها جایز نیستند. قرآن صراحتا میگه نزدیک نروید، ولا تقربوا الزنا، نزدیکش نه. خانواده ها متلاشی میشند و انسان ها برای عرض کنم یه لحظه ای که به نیازشون را برآورده بکنند برای یک عمری بیچاره میشه. الله عزوجل این غریزه را که پیدا کرده، راه مشروع، راه جایزش را هم خدای تعالی فراهم کرده. چرا انسان ها در زندگی اینقدر تکلفات و تشریفات داشته باشند که هیچ یکی نتواند از طریق مشروع و درست اقدام بکند و از صورتهای نامشروع رو بیاورد؟ لذا اینها همه چی هستند دواعی زنا، یعنی پیش زمینه ها، پیش مقدمه ها هستند. یکی از اونها نگاه کردن و تماشا کردن نامحرم است.
خدا وقتی که گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به مؤمنین بگو، به مؤمنات بگو که چشمهایشون را پایین بگیرند، نگاه نکنند این نوع نگاه. حالا یک نگاهی که گاهی ناخودآگاه میشه، اما یک نگاهی که انسان به قصد لذت و شهوت نگاه میکند، همین نگاه قدم اول هست. همین نگاه بالاخره مراحل بعدی را، حالا مراحل امروزه عرض کردم فرق میکنه، دنیای مجازی درست شده، اما در گذشته میگفتن نظرتون فابتسامتون، میگفتن 6 مرحله هست: نظرتون فابتسامتون فسلام فکلام فموعد فلقاء. یعنی اول هم دیگر را نگاه کردن، بار دوم یک تبسم کردن و خندیدن، بار سوم سلام گفتن، بار چهارم کلام گفتن، بار پنجم وعده گذاشتن و علیاذ بالله ملاقات کردن و مرتکب این عمل مورد غضب الله شدن. پس به همین خاطر الله عزوجل وقتی برای بندگانش حد و حدودی اختیار میکنن، تمام مسائل محرم و نامحرم، حجاب، اینکه در خانواده ها پسر عمو و دختر عمو با هم دیگه خودمانی نباشند و بالاخره این حدود را، این حدود شرعی را رعایت کنند، اینا بر اساس همین است. الله خیرخواه است، الله میداند. گاهی ما خودمون را داناتر میدانیم. هر چی که به دستورات خدا عمل بکنیم زندگی پاکتری، زندگی بی‌دغدغه‌تری خواهیم داشت. خیلی وقتا دیدیم مشکلات درست شده. لذا الله میفرماید نزدیک زنا نروید، چون این بسیار انه کان فاحشه فی نفسه، این بسیار فی نفسه از کنم بی حیایی هست و ساء سبیل، راه بدی هست. بعضی از صورتهای بدیش را بنده عرض کردم. اون بیچاره انسانی که از این راه درست میشه، اون چه ظلمی بر اون میشه، چقدر بلا تکلیفه، چقدر اون سرخورده میشه که آماده میشه هر بلایی برایش بیاد. یکی دیگر از صورتهای ظلم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نکشید اون نفسی را که الله عزوجل حرام کرده کشتنش را، الا بالحق، مگر به حق. بالحق هم انسان ها اجازه اقدام ندارند، الا بالحق حکومت میتونه، یک حکومتی که رسمیت داشته باشه، مشروعیت داشته باشه، اون حکومت میتواند که اقدام بکنه اون صورتهای قتل و قصاص را. اون الا بالحق را رسول الله صلی الله علیه و سلم توضیح دادن. 3 صورت هستند. سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه یکی از همین راوی ها هست. وقتی که باغی ها میخواستن حضرت عثمان را شهید بکنند، خانهش را محاصره کرده بودند، گفتن شما چرا میخواهید به من حمله بکنید؟ آخر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که کسی را بکشید که کسی را کشته باشد. 3 صورت فرمود: کسی را بکشید که کسی را کشته باشد، ازش قصاص بگیرید. من الحمدلله هیچ کسی را نکشتم. و دیگه فرمود کسی که متأهل باشد، محسن باشد، زن داشته باشد، باز هم بره زنا بکنه. و گفت الحمدلله من نه در جاهلیت زنا کردم نه در اسلام زنا کردم. و سوم فرمود که کسی را بکشید که از دینش مرتد بشه، برگردد اسلام را هم عرضه کنید، بهش فرصت بدید، با دلیل و منطق باش صحبت کنید. اگر قانع نشد اون وقت من الحمدلله بر دینم هستم، شما چرا منو میکشید؟ ولی خلاصه باغی ها حمله کردند و شهیدش کردند. منظور اینه که همین 3 نفر در اسلام هست. به غیر از این 3 نفر قتل انسان ها جایز نیست، کشتن انسان ها جایز نیست. حالا خیلی صورت ها امروزه حکومت ها میکنند، یکی را به خاطر نمیدونم تریاک کار ناجایزی هست، نادرستی هست، انسان ها را بدبخت میکنه. اما وقتی که کسی تریاکی را حمل میکنه، این جزئی اون موارد نیست که اعدام بشه.
کشتن انسان به این سادگی نیست که انسان به خاطر هر جرمی که قاضی بگه من تشخیص بدم، یا کسی را به خاطر اینکه اغتشاش کرده، راهپیمایی کرده، مالی را سوزانده، بالاخره خسارت مالی ازش بگیرید. ها، انسانی را کشته درسته، اما اگر راهبندانی کرده، مزاحمت ایجاد کرده، این که نباید کشته بشه. اون که در شریعت آمده مفسد فی الارض میگویند، افساد فی الارض در قرآن آمده. اون راهزنی هست که 4 سورت خداوند عزوجل فرموده. شما آیت را خواندید دیگه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. کشته بشند در صورتی که کشتند، اعدام بشند در صورتی، چون اعدام از قتل سختره، بالاخره تناب سختره. اعدام بشند در صورتی که هم کشتند و هم مال مردم را بردند. اما فقط مال بردند، اونم راهزنی کرده، ناامنی ایجاد کرده، مال برده، او مال باید دست و پایش قطع بشه. فقط مردم را ترسونده، رعب و وحشت ایجاد کرده، او ینفوا من الارض، اون زندان بشه. قرآن همه چیز را مشخص کرده. لذا نباید انسانها به ناحق کشته بشن، اونایی که حقشون نیز کشتن. لذا الله عزوجل می فرماید ولا تقتلوا النفس التي، نکشید اون نفسی را که خدا حرام کرده مگر به حق شرعی، که حق شرعی که سه مورد هستند. اما الله عزوجل به مظلوم هم تسلی میده، میفرماید و من قتل مظلوما، کسی که مظلومانه کشته بشه، فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما قرار دادیم برای ولیش سلطانی. یعنی چی؟ یعنی او بالا دسته، او بالاخره به او تسلط میدیم. به او چیکار میکنیم؟ تسلط میدیم. یعنی اگر او واقعا دنبال قاتل باشه، قاتل که در 7 غار بره، هم خدای عزوجل آخر به دست ولی میده او را. فلا یسرف فی القتل، لذا او در قتل زیاده روی نکند. یکی از صورتهای زیاده روی اینجاست که ما در مناطق خودمون داریم. کسی کشته، قاتل کسی دیگه هست، میره برادرش را میکشد، میره فامیلش را میکشد، میره پدرش را این زیاده روی هست. یا یک نفر کشتن، میره 2 تا را میکشه. یا به صورتی بالاخره یه تیری زده، اینا میرند وقتی که دستگیرش میکنند چنان میکشند، با چنان وضع فجیعی، بعضی را پشت ماشین میبندند. نه، اینا تمام اسراف در قتل، این زیاده روی در قتل. خود انسان اجازه نداره، خود انسان اجازه نداره، باید حکومت این کار را بکنه. اما گاهی که حکومت ها در انجام وظیفه خودشون کوتاهی میکنند، بعد متاسفانه در جامعه هرج و مرج میشه، در جامعه مشکلات درست میشه. لذا الله میفرماید فلا یسرف فی القتل، این ولی که خدا بهش تسلط داده، بهش قدرت داده در قتل، عرض کنم که زیاده روی نکن. همون قاتل خودش را در همین منطقه مردم تعریف میکنن، من که اشاره میکنم بعضی ها متوجه میشن، بعضی ها بالاخره یکی از عزیزانش را، برادرش را کسی کشته بود، دنبال قاتل بود، بعد از مدتی برادر قاتل را آوردند، کسی گروگان گرفت، گفت نه این که برادرم نکشته، این نمیکشم، او را آزاد کرد. گفت من همون دنبال قاتل خودم هستم. تقریبا 11 سال دنبالش بود، آخر گیرش آورد. یعنی خدای تعالی اینجا وعده کرده، یکی که خدا سلطان تسلط میده، قدرت میده، یکی اینکه انه کان منصورا، او مورد یاری خدا میشه، خدا نصرتش میکنه. هم باید دولت کمکش بکنه، قانون کمکش بکنه، هم خدا کمکش میکنه. لذا اگر صبر بشه، زیاده روی نشه، انسان فامیل نکنه، اون جاهلیتی که اینجا هست، خدای عزوجل به وعدهش عمل میکنه. هر چقدر که انسان ضعیف باشه و قاتل قوی باشه، از فامیل آنچنانی باشه، خدا وعده کرده بالاخره یه روزی خدا یک حکومتی، یک فردی، یک قاضی، یک مسئولی را
دلش را متوجه میکنه که با این مظلوم همکاری بکنه و به هر صورت بوده باید قاتل را به کیفر عملش برسانه. دیدیم که گاهی قاتل ها خیلی گردن کلفت هستند و مقتول از قشر بسیار ضعیفیه، اما خداوند کاری میکنه که همون گردن کلفت ها به پای مظلوم میافتند. لذا الله عزوجل میفرماید فقط طبق قانون برید. صبر یعنی همین، یعنی احساساتی نشو، بر اساس احساسات اقدام نکن. و من قتل مظلوما، هر کسی که مظلومانه کشته شد، فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما برای ولی و وارث او تسلط میدیم، قدرت میدیم، تمکین میدیم. فلا یسرف فی القتل، لذا او در قتل زیاده روی نکند. انه کان منصورا، این ولی دم یاری میشه، ناصرش خداست، ناصرش حکومت عادل است، ولو اینکه خودش ضعیف باشه از هر جهت. این عرض کنم که صورت دیگر از صورتهای ظلم. و یکی دیگر از صورتها ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم نزدیکش نروید. اینم همون مبالغه است، نزدیکش نرو که مال یتیم آتشی هست. انسان فکر میکنه مال یتیم بخوره مالی میخوره، قرآن میگه مالی نمیخوره، نار میخوره، آتش داره میخوره. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اینهایی که ظلما مال یتیم میخورند، برادر بزرگ حق برادر کوچک را میخورد، امو حق برادر زاده را میخوره. بعضی وقتا همین طور میشه. خیلی ها هستن پدر ما این همه مغازه داشت، امو همه را بالا کشید، حالا هیچی ما نداریم، خود امو هم مرده و رفته. لذا الله میفرمه مال یتیم نزدیکش نروید. چنان چیزی هست که انسان باید ازش برحذر باشه. البته الا بالتی هی احسن، صورت خوبی باشد. چرا؟ یعنی گاهی مجبور میشه مال یتیم را با مال خودت قاطی کنی. خب خود انسان اینقدر ممکنه پول داشته نباشه، کارمنده، حقوق بگیره، امکاناتش محدوده که هم برای بچه خودش هم هزینه کنه، هم برای یتیم هزینه بکنه. یتیم خودش مال داره، پس مال یتیم را به اندازه سهم یتیم میتونه با مالش در هزینه های روزمره قاطی بکنه. مثلا خودش عائلهش 5 نفر است، یکی هم یتیم داره 6 نفر. 6 نفر در ماه مثلا عرض میکنم 6 میلیون اگر هزینه باشه، خب 1 میلیون سهم یتیمه، از همون پول یتیم برداره برای نمیدونم برنج و روغن و گاز و فلان و فلان. خب اینجا اگر برای یتیم یک آشپزخانه مجزا، یخچالش جدا بکنه، گازش را جدا بکنه، روغنش را جدا، خب این خیلی هزینه بر میشه. خب در این صورت به نفع یتیم هست که مالش را چی بکنه؟ قاطی بکنه. لذا نزدیک رفتن الا بالتی هی احسن، مگر به همون صورتی که خوب باشد شرعا، همینه یا امثال این. حتی یبلغ اشد، حتی که این یتیم به سن رشدش برسه، به سن بلوغ، به سن قوت برسه، بعدا مال را به یتیم تحویل بده. و همچنین و اوفو بالعهد، عهد و تعهداتی که داری به اون وفادار باشی. بسیاری از انسان هستند که متاسفانه به تعهدات عمل نمی کنند. لا ایمان لمن لا عهد له، کسی که اینقدر تقوا ندارد که تعهد ندارد، او ایمان ندارد. انسانی که کاری را به عهده گرفته باید انجام بده. وعده کردن یکی، گرچه بعضی ها وعده کردن را جدا میدانند، ولی اینم به نوعی تعهد است. شما وعده کردید فلان کار را بکنید، باید انجام بدید. ان العهد کان مسئولا، از هر عهدی سوال میشه. شما این تعهد را داشتید، چرا نکردید؟ شما چک دادید، حالا این چک تعهدی ایجاد کرده، چرا جایش را پر نمی کنید؟ لذا هر تعهدی که انسان میکنه انجام بده. اما بعضی وعده ها هستند، وعده های تفضلی. شما به کسی وعده میکنید، خب اگر وعده خلافی بکنید عند الله گناهکار میشید، اما عند القاضی هم باید جریمه پرداخت بکنید. این را علما 2 گروه هستند. مثلا
به کسی گفتی که شما خانه را تخریب بکن، من کمکت میکنم، نوسازیش بکن. او تخریب کرد به امید شما. یا میگه وام برو بگیر از کسی ماشینی برات وام بگیر، من کمکت میکنم. این وعده را کردی، حالا کمکش نمیکنی. خب گناهکار که انسان میشه خلف وعده کرد. اما پیش قاضی اگر اون شکایت بکنه، قاضی هم باید میتونه همون پول را ازت بگیره، بگه که تو وعده کردی 100 میلیون بهش وام بدی، باید 100 میلیون بهش وام بدی. بعضی فقها میگن بله، بعضی میگن نه، این بالاخره یک احسانی میخواسته بکنه، الان نمیکنه. الان که نمیکنه از نظر اخروی برایش مسئولیت داره، اما از نظر دنیوی برایش مسئولیت نداره، مجبور نیست بده. کسی را وعده میکنه من بهت اینقدر پول میدم، سر برج که بیاد من این پول میدم، اونم دلش خوشه که این به من پول میده، میره به همون مقدار برای خودش وام میگیره. حالا سر برج آمد این پول نمیده، خب لازم نیست این بده، گناهکار میشه به خاطر وعدهش. اما قضاء نه، الله میفرماید که ان العهد کان مسئولا. هر تعهدی که میکنید روز قیامت ازش بازخواست میشه، سوال میشه. بعضی تعهدات ما هستن نسبت به خدا، همین که لا اله الا الله گفتیم کل تعهدات را ما پذیرفتیم. خدایا لا اله الا الله یعنی نمازت را میخونم، روزت را میگیرم، زکاتت را میدم، حجی که فرض کردی اگر شرایطش را داشته باشم انجام میدم. حالا انسان کوتاهی بکنه، اینم کوتاهی در تعهدات است. این که دو تا فامیل، دو قوم با هم دیگه عهدی میکنن، پیمان میبندن، اینم جزء تعهدات. این دایرش بسیار وسیع است، هم در باب حق الله هم در باب حق الناس. لذا ما چنان مؤمنی باشیم که به همه تعهدات خودمون، چه این تعهدات با خدایمون هست چه با بندگانمون هست. بعضی وقتا ما یک نظری میکنیم، بعضی کوتاهی میکنند. بنده همیشه اینجا خدمت طلاب وقتی که این آیه را و شبیه آیه را میخوانیم به تعریف میکنم، بیاد همون داستان میفتم. یه عزیز یک سال اینجا با ما اعتکاف بود، از من مسئله پرسید. گفت که من یک سالی که خیلی وقت پیش، گفت من یک سالی سوار هواپیما بودم، هواپیما دچار نقص فنی شد، میخواد سقوط بکنه. من اونجا نذر کردم، گفتم خدای اگه من نجات بده 10 میلیون تومان در رایت میدم. اون وقت 10 میلیون خیلی پول زیادی بود، شاید 10 میلیون به اندازه 500 میلیون امروز بود، چون بحث مرگ و زندگی بود. بعدن خداوند عزوجل لطف کرد، سقوط نکرد. حالا لازم است بدم. گفتم چند سال گذشته؟ گفت یادم نیست، 10 سال گفت گذشته یا 15 سال گذشته. من گفتم تا به حال وعده‌ای که به خدا دادی، تعهدی که کردی، نذری کردی، ندادی، هنوز میپرسی؟ خیلی گناه بزرگی هست. بعدن خدا خیرش بده از همینجا چکی نوشته برای حسابداری فرستاد، ولی خب این وقت دیر شده بود، اون ارزشش را نداشت. حالا شما وقتی که نظری میکنی با خدایتون، این هم یک تعهدی است. اگر بهش وفا نکنید ان العهد کان مسئولا، از این تعهدات انسان بازخواست میشه، سوال میشه. و صورت دیگر از صورتهای همه اینها را انجام ندادن ظلمه، انجام دادن عدله. و اوفوا الکیل اذا کلتم، کیل را کامل بکنی وقتی برای مردم کیل میکنید. وزنوا بالقسطاس المستقیم، و با ترازوی مستقیم وزن کنید، ناغلایی نکنید. عرض کنم که حیله بازی نکنید. بعضی ها ترازوها را دستکاری میکنن، بالخصوص امروز ترازوهای دیجیتالی. اگر کسی در گذشته اگر اون ترازوهای عادی را و سنتی را اگر کسی دستکاری میکرد، تا یک حدی مشخص میشه مشتری قبل از اون چی میکرد، ولی امروز اینا معلوم نمیشه. بعضی ها حالا ترازو تنها یک نوع ترازو نیست، این کامپیوترهایی که سر پمپ ها هست اینم نوعی ترازو هست. اینجا هم بعضی ها کاری میکنند که کم را زیاد نشون بده، مثلا 15 را 20 نشون بده و 18 را 20 نشون بده. در هر 20 لیتری چقدر برای خودشون بالا میکشند. این
فکر میکنه که بالاخره زرنگ است. الله تعالی به این صورت انسان را، مال انسان را از ریشه میزند. خدا میفرماید و اوفوا الکیل اذا کلتم. یکی از صورتهای بیرونقی بازار که قبلا گفتیم به شکل عذاب خداست، همینی که انسانها در کیل و وزن خیانت بکنند، هم دیگر را فریب بدن، کلاهبرداری بکنند. و اوفوا الکیل، کامل بدی کیل را. وقتی کیل کردی وزنوا بالقسطاس المستقیم، با ترازوی مستقیم وزن کنید. و بنده عرض کردم غیر از این بقیه چیزهایی که امروز هست انسانها تعهد میکنند، کارگر نسبت به کارفرما، معمار نسبت به صاحب کار، کارمند نسبت به اداره و پیمانکار نسبت به شرکتی که میکند یا نسبت به دولت، هر تعهدی میکند کوتاهی میکنند، کمبود را بالاخره نشون نمیدن. یک کارشناسی میبرن واقعیت را نمیگه. مثلا کسی میگفت این جاده ها خیلی ها که خراب شدن، به عنوان مثال، الان من فن من نیست، دقیق نمیدونم، ولی او میگفت که این غیر را که میریزن حداقل با 9 لایه باشه. حالا غیر 9 لایه باشه یا اون عرض کنم ماسه‌ای که میریزند و کوبیده میشه، حالا بعضی از 3-4 تا لایه میریزن ولی تحویل میدند. این بالاخره همون تطفیف است، همون خیانت در کیل و وزن است. خدا میفرماید و اوفوا الکیل والمیزان، کیل و وزن را شما به صورت کامل بکنید. و اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، با ترازوی درست و راست. ذلک خیر، این برای شما بهتر است و به اعتبار نتیجه هم این بهتر است. و احسن تأویلا، تأویل یعنی نتیجه، آینده، این زیباتر است. کم بخور حلال بخور، پاک بخور. زیاد که حرام باشد، این حرام بقیه مالت را هم خراب میکنه، بقیه مال را هم میزنه. یا مال فردا یه حادثه دیگری، یه مشکل دیگری، خداوند عزوجل یه جایی بالاخره این انسان را تنبیه میکنه، در همین دنیا ضربهش را میبیند. گاهی ما میگیم که به این مال اضافی به شکل تصادف جبران میشه، به شکل پول بیمارستان بچه جبران میشه. چرا انسان از راه نامشروع و راهی که خدا ناراضی هست و ضرر انسان، خدای عزوجل این احکام را که بیان کرده برای بندگان، برای خیر بندگان، این کار را که کسی میکند ضرر به بندگان میزنه، به جامعه میزنه، به ملت میزنه، لذا ظلمی هست. الله تعالی میفرماید که به اعتبار نتیجه همونی که به اندازه حق خودت بخوری. ولا تقف ما لیس لك به علم، این دستور دیگری هست. الله میفرماید دنبال نکن اون چیزی را که علمش را نداری. خیلی انسان ها هستند که بر اساس یک چیزی میشنود، یک چیزی میبیند، دورا دور میبیند، بر اساس اون فیصله میکند، بر اساس اون به مردم تهمت میزنه، بر اساس اون به مردم بدگمان میشه. الله میفرماید در زندگی مردم سرک نکش، به دنبال مردم نیفت و تعقیبشون نکن و اون چیزی که علمش را نداری. ولا تقف ما لیس لك به علم، دنبال نکن اون چیزی را که نیست برای تو علمی. یه چیزی مثلا شنیدی، بر اساس اون شنیده بدون تحقیق. بالخصوص امروزه، بنده قبلا هم عرض کردم، امروزه که این دنیا همه در مجازی جمع شده و همه ما انسان ها در فضای مجازی، ولو اینکه صدها کیلومتر از هم دیگه زندگی میکنیم، ولی در فضای مجازی اینجا با هم هستیم. در گروه های ما و مردم تهران و مثلا گلستان و مازندران و همه بالاخره در کنار هم تبادل نظر میکنیم، اخبار را به هم دیگه رد و بدل میکنیم. لذا گاهی نسبت به فردی، افرادی چیزایی گفته میشه که تحقیق نیست. حالا اینها را هی به هم دیگه خبر میدیم، هی با هم دیگه مذاکره میکنیم، هی برای هم دیگه پست میکنیم. گاهی یک چیزی را، یک کسی را میخوام بدنام بکنند، یک کسی دروغی براش درست میکنه، این تهمتی براش میگه. حالا بقیه هم در گناه شریک میشن که بدون اینکه تحقیقی بکنن واقعا این اتفاق افتاده.
چنان اون را چی میکنند؟ پخش میکنند و چنان به همه مردم میرسانند که اون بنده خدا را رسوا میکنند. در بسیاری از همین مسائل که اخیراً اتفاق افتاد، بعضی از مردم آمدن گفتن، قسم یاد کردن، گفتن ما مخالفانی داریم که این مخالفان بر علیه ما خیلی چیزا نوشتن، در بعضی از قضایا هم شاهد آوردن، گواه آوردن، خدا را یاد کردن که ما اصلا نبودیم ولی به نام ما تمام شده. حالا در فضای مجازی یک نفر میده، اون دومی، سومی، دهمی، بیستمی بدون اینکه تحقیق میکنه اون 100 جای دیگه پخشش میکنه، منتشر میکنه. این چیزی که شنیدی، این چیزی که دیدی، تحقیقش را نکردی، همه جا منتشر کردی، فردا سوال میشی، بازخواست میشی. الله همین را میگه دنبال نکنی چیزی را که علمش را نداری. ان السمع، همانا سمع انسان، شنیده انسان، والبصر دیده انسان، والفؤاد قلب انسان، کل اولئک کان عنه مسئولا، همه اینها، از اینها انسان سوال میشه، بازخواست میشه. اینا تمام موارد اخلاقی و مسائل زندگی هستن که اگر ما اینها را رعایت بکنیم یک جامعه سالم، جامعه پر امنی خواهیم داشت. حالا بعضیا تکان نمیخورند از ترس این فضای مجازی، فوراً عکسشون را میگیرند و چی برایش درست میکنند. الله میفرماید ولا تمشی فی الارض مرحا. یکی از بدترین مسائل و عیوب اخلاقی تکبر است. الله میفرماید در زمین متکبرانه راه نرو. ما قبلا خواندیم یکی از فرح، یکی از مرح. فرح اینه که انسان تو دلش خودش را کدوم تیسمارخان میدانه، از هر کسی خودش را بالاتر میدونه. و مرح اینه که همین غرور تکبر درونی را با اعضا و جوارح نشان میده. طوری راه میره با یک لهجه مردم را خطاب میکنه که همه بردهش هستن و این آقای همه هست، چون که فلان نعمت را داری. لذا این تکبر الله میفرماید نکن. در صورتی تکبر بکنید که میتوانید زمین را پاره بکنی، به اون عمق زمین برسی، یا میتوانی قدت به اندازه کوه باشه، یعنی قد قوی هیکل باشه. یعنی کارهای خدایی، اینا کارهای خدایی هستن. کار خدایی اگر میتونی انجام بدی اون وقت تکبر بکن. انک لن تخرق الارض، تو زمین را پاره نمی کنی، به عمق و به اون پایین ترین بخش زمین نمیرسی. ولن تبلغ الجبال طولا، به کوه اندازه از نظر طول نمیرسی، چرا تکبر میکنی؟ کل ذلك کان سیئه عند ربک مکروها. همه اینها الله میفرماید سیئه، یعنی اونهایی که بد هستند، اونهایی که خب بعضی از اینها کارهای خوب بودند. مثلا ما خواندیم اوفو بالعهد، این خوبه. اما این که گفت لا تقربوا مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نرو، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، اینایی که بد هستند الله میفرماید کل ذلك کان سیئه عند ربک مکروها، نزد پروردگار بسیار ناپسندیده هستند. کاری را که رب تو نمیپسندد چرا انجام میدی؟ ذلك مما اوحى الیک ربک من الحکمه. اینجا خداوند عزوجل بعد از این دستورات بسیار زیبا، موارد اخلاقی، موارد انسانی، مسائل اجتماعی، خدای تعالی در رابطه با حکمت اینها و به صورت کلی بیان میفرماید این چیزهایی که خدا دستور میده اینها تمام مطابق حکمت و فطرت انسانی هستند. یعنی هرچی به اینها بیشتر عمل کنید در جامعه پر از حکمتی خواهید داشت، جامعه خوبی خواهید داشت. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، اون چیزی که وحی میکنه به سوی تو رب تو از حکمت، اینها که موافق فطرت هستند اینها را انجام بده. اما مهمترینش از اینها کدوم هست؟ اول اون رکوع هم آمد، آخر هم میاد که بنده عرض کردم توحید. این دیگه اساس هست، این مهم هست، بقیه قابل
بذل و جود، قابل مسامحه، قابل بخشش، قابل نادیده گرفتن. اما این یکی را اگر انسان کوتاهی داشته باشه نادیده گرفته نمیشه، خدا نمیبخشه. لذا الله بار دوم در همین یک فرمان اول و آخر تاکید میکنه ولا تجعل مع الله الها آخر، قرار نده با الله معبود دیگر، فتلقا فی جهنم، چون که اگر با خدا معبود دیگر را قرار دادی، عبادت کردی، انداخته میشی در جهنم، ملوما مدحورا، یعنی نکوه شده، ملامت شده، مدحورا یعنی بالاجبار هول داده شده و انداخته میشی. نکن این کار را. مشرکین چه کار میکردند؟ ببینید بعضی ها میگن اون کاری که ما میکنیم قابل مقایسه با مشرکین نیست. اونا بت را عبادت میکردند، اونا سنگ را عبادت میکردند، اما ما عبادت که نمیکنیم ولی گاهی متوسل میشیم به اولیا، اولیا را صدا میزنیم، صالحان را، پاکان را. اینا پیش خدا ارزش دارند. ولی این خدمت شما عرض کنم که اونها هم گاهی فرشته ها را، فرشته بالاخره یک مخلوق معصومی هست، فرشته ها را صدا می زدند. بعضی ها مثل مسیحیان پیغمبر خدا حضرت عیسی را از او کمک می خواستند، از عیسی شفا می خواستند. نیست. همه صورت های شرک منحصر در بت پرستی و سنگ پرستی نمیشه. انسان پرستی هم بوده، فرشته پرستی هم بوده، جن پرستی بوده. هر چی که غیر خدا باشد پرستش بشه، ازش استمداد بشه، این شرکه. حالا اون چیزی که مشرکین داشتن این که میگفتن فرشتگان را فریاد بزنید، فرشتگان دختران خدا هستند. این یک نسبت کفر دیگر به خدا. خداوند اونها را سرزنش میکنه اف اصفاکم ربکم بالبنین، خداوند شما را برگزید با پسر بچه، برای شما پسرها داد. و اتخذ من الملائکه اناسا، خودش از ملائکه دختر برای خودش انتخاب کرد. انکم لتقولون قولا عظیما، شما با این گفته ایتان میگویید یک سخن بسیار بزرگ و سنگین و کفر آمیز. بالاخره از اول، از ابتدا تا اینجا، اون رکوع اول، این دو رکوع تمام مسائلی بودند که باعث خیر و نجات دنیا و عقبای ما هستند. حالا این موارد را خداوند در این کتاب زیبا با این زیبایی بیان می‌فرماید. حالا بعد از این الله عزوجل درباره قرآن و فضیلت قرآن، ولقد صرفنا فی هذا القرآن، یعنی این مسائل را بار بار ما تکرار میکنیم، میگردانیم، میچرخانیم در این قرآن، لیذکروا، تا بندگان ما پند بگیرند. تذکر اینه که عمل کنیم، تذکر بگیرند، عمل کنند. اما بعضی از بندگان مثل کفار و مشرکان هستند که و ما یزیدهم الا نفورا، این آیات در اونها نمی افزاید مگر چی را می افزاید؟ مگر تنفرشون را، چون ایمان ندارند. قرآن را چی می گفتن؟ می گفتن که جادو هست، شعر هست، کهانت هست. لذا اعتقاد داشتن جادو هست، بیشتر ازش تنفر می کردند. الله عزوجل اینجا برای وحدانیت خودش، حالا یه مثال عقلی بیان می فرماید. مثال های عقلی هم در قرآن فراوان هستند. یعنی اگر خود کتاب الله را، کلام خدا را قبول نداری، بیا عقلت را حاکم کن، به این مسئله فکر کن. خداوند می فرماید اگر در این عالم در کنار خدای عزوجل دیگه معبودانی بود، اون وقت نظام عالم در هم برهم میشد، مختل میشد، همه به طرف اون تخت میرفتن. الی ذل عرش سبیلا، ذل عرش خداوند هست. یعنی این معبودان دیگه هم رای پیدا میکردند. حالا چند تا تفسیر داره. یک تفسیرش اینه که میرفتند اون عرش را، اون تخت را تصرف کنند. یعنی این آلهه با هم دیگه چیکار میکردند؟ درگیر میشدند. در هیچ کشوری شما دیدید که 2 تا رئیس باشد، 2 تا بالاخره
حالا کار نداریم بعضی جا قانون را خوب اجرا و اعمال نمی کنند یا یه چیزهای وضع می کنند که انسان نمیدوند کدوم یک در راس این کشور است، اختیار مال کدوم یکی هست. یه زمانی کشوری در همسایگی ما 2 نفر رئیس جمهور، اون گفت من پیروز شدم و دیگری گفت نه من برنده شدم. آخر گفتن هر دو تایتون، یکی نمیدونن رئیس فلان قسمتی که فلان قسمت. بالاخره تا روزی که هر دو رئیس بودند کشور روز به روز فلجتر میشد. عرض کنم که دزدی و رشوه و فساد بیشتر میشد و کمتر نمیشد، به خاطر اینکه وقتی 2 تا حاکم باشه دیگه مشخصه. همین الله عزوجل میفرماید که لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر در این زمین و آسمان خدایان دیگری به جز الله باشد فساد میشد. این هر دو زمین و آسمان گرفتار فساد میشد، چون هر الهی هر معبود اون میگفت برای فلان انسان برای من عبادت کرده من برایش موت نمیارم، من برایش مصیبت نمیارم. اون خدای دیگه میگفت من مصیبت میارم. اون میگفت این شهر چون که اینها طرفداران من هستن من قحط نمیارم، اون خدای دیگه میگفت نه من قحط میارم. یکی باران را میکشید یکی قحط را میکشید، فساد درست میشد. و همه به طرف عرش میرفتن، به طرف ذل عرش میرفتن که تصرف بکنند حکومت را. نظام شمسی خراب میشد، نظام عالم خراب میشد. لذا الله تعالی میفرماید به عقل فکر بکنید، به این نتیجه میرسید که یک معبود هست، یک گرداننده هست، یک متصرف و یک ولی هست. الله میفرماید قل لو کان معه آلهة، بگو اگر با او الههای دیگر بودن کما یقولون، همان گونه که آنها میگویند، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، در این هنگام هم میطلبیدن به سوی ذی العرش راهی را. حالا عرض کردم تفسیرهای دیگری هم داره، یک تفسیر همینه که اون خدایان میرفتند راهی پیدا بکنن به ذی العرش تا از او قدرت را بگیرن، اون وقت فساد میشد. بعضی میگن نه الی ذی العرش سبیلا، یعنی هر یکی سعی میکرد که به اون خدای حقیقی خودش را برساند، قرب او را حاصل کنه، یعنی از خدا یکی هست. ولی بعضم چنین خدایانی وجود نداره. سبحانه، او پاک است از شرکا، و تعالی و برتر است اما یقولون، از آنچه که مردم میگن، علوا کبیرا، برتری بسیار بزرگ. تسبح له السماوات، خداوند چنان الله عزوجل بزرگ است، عظمت داره، پاک است که پاکیش را تمام مخلوقات بیان میکنه، تمام خلائق. تسبح له السماوات السبع والارض، تسبیح میگوید قالا و حالا برای او 7 آسمان های 7گانه، والارض و زمین و من فیهن، تمام آن مخلوقاتی که در این زمین و آسمان ها هستند همه و همه تسبیح میگویند. و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر تسبیح و حمد پروردگار را میگوید. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما تسبیحشان را نمیفهمید، شما تسبیحشون را نمیفهمید. حالا ببینید ما 2 راه داریم، یا اون چیزی که این عقل کوچولوی ما میگه به اون باور کنیم، یا اون چیزی که این رب بزرگ میگه به اون باور بکنیم. اینجا انسان در معرض چی هست؟ امتحان است. خدا وقتی میگه همه تسبیح میگوین، بعضی انکار میکنن، میگه چطور این سنگ تسبیح میگه؟ سنگ تسبیح میگه ولی من و تو نمیفهمیم. حالا چه تسبیحی؟ بعضی ها به خاطر اینکه با این اعتراض کنندگان بر قرآن هماهنگ باشند میگویند این تسبیح یعنی همین انجام وظیفه. خداوند خورشید را خلق کرده که طلوع بکند، همین که طلوع میکند و غروب میکند همین تسبیحش هست. ماه وظیفهش را انجام میدن، تسبیح. زمین این که قرار گرفته تکان نمیخورد، من و شما سر زمین راه میریم، سر زمین خانه درست میکنیم، شخ میزنیم، کشاورزی میکنیم، راه برای خودمون درست میکنیم، همین کتابه ما است، همین یعنی تسبیح زمین. بعضی اینو میگند، اما نه، قول تحقیق اینه که
اینها هم قالا تسبیح میگه، هم حالا غیر از انجام وظیفه. ما درباره داود علیه السلام میخوانیم انشاءالله که داود میرفت در کوه تسبیح خدا و ذکر خدا میکرد، هم پرنده ها باش هم صدا میشدن هم کوه ها. ما نمیفهمیم. حالا احادیث در این باب زیاد هست، ولی گاهی این احادیث را بعضی از علما احتیاطا نمیگن، چون مردم متاسفانه اینقدر با اسباب و با مادیات گرفتار شدند که بسیاری مسائل این قبیل را باور نمی کنند. مثلا حضرت رسول صلی الله علیه وسلم میگه من در مکه یک سنگی را میشناسم که قبل از نبوت هر وقت از کنارش رد میشدم به من سلام میگفت. حالا معلوم میشه که بالاخره اینها شعور دارند، درک دارند، ولی ما نمیفهمیم. در حدیث صحیح آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم بر کوه احد رفتند، احد لرزید، ابوبکر و عمر بر او بودند. رسول الله با پایش به کوه زد، گفت که آرام بگیر، مگه نمیدونی نبی و صدیق و شهیدی بر تو هست؟ اونجا پیشگویی شهادت حضرت عمر را هم کردند. نبی و صدیق و شهیدی بر تو هست. و فرمودند که هذا احد جبل یحبنا و نحبه، احد کوی هست، ما را دوست دار، ما او را دوست داریم. اون شعور را الله بهش داده، ولی ما نمیفهمیم. حالا دنیا امروز آمده بسیاری از مسائل را داره میرسد. حالا میگویند که این گلها، شکوفه ها، درختها اینا شعور دارند. حالا به همین نتیجه رسیدن اینا درک دارند، اینا شعور دارند. بسیاری از گلها هستند که با آوازهای خوب، صداهای خوب، صدای مؤذن، صدای قرآن بالاخره شادابتر می شوند، گاهی پژمرده می شوند. یعنی شرایط برای اونها خیلی تأثیر داره. پس این نوع شعور داره، نوع درک داره. وقتی که شعور و درک داره به این نتیجه رسیدن، امروز برای جمادات هنوز به نتیجه نرسیدن، برای سنگ و اینها، و برای نباتات به این نتیجه رسیدن، گلها، درختها، سبزیها، اینها درک دارن، شعور دارند. بالاخره یکی از صورتهاش همین آفتابگردان. چرا این آفتابگردان به هر صورتی که آفتاب است میگردد؟ این از همون شعورش هست. الله عزوجل کم کم انسان را به این نتیجه میرسانه. مثال دیگر یکی از مفسران نوشته بود، حالا ببینه بسیاری از جمادات را، از همین چیزها را شما با این عرض کنم تکنیک ضعیف خودتون، شما انسانها، بعضی انسانهایی که بالاخره مخترع هستند، مبتکر هستند، هنر میکنند، حالا شما ببینید یک فلش کوچکی هست، این فلش شما توش ضبط بکنید از 1000 تا قاری، از اول تا آخر قرآن، حالا این فلش را بزن چطور میخونه. این چی چیزی باعث شد؟ با عقل جور در نمیاد. این نوار ضبط وقتی که میخونه همه اون چیزهایی که خونده شده دوباره میخونه. اگر موسیقی است موسیقی را میخونه، اگر قرآن است قرآن را میخونه. خب این درک و این شعور را کی بهش داده؟ انسان با عرض به خدمت شما که با قدرت بسیار ضعیف خودش، با تکنولوژی ضعیف خودش در مقابل خدا میتونه اینها را به حرف در میاره، یک نوار را به حرف در میاره، یک فلش را به حرف در میاره، یک رم را که اون دیگر را میگوید ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما نمیفهمید. هر تسلیم میشه، توبه میکنه، خدا نسبت به او چی هست؟ غفور هست. و اذا قرأت القرآن، این یکی از همین لا تفقهون هست، کسی که نفهمد. هرگاه تو قرائت میکنه ای محمد صلی الله علیه و سلم قرآن را، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة، قرار میدهیم ما بین تو و بین کسانی که ایمان به آخرت ندارن، حجابا مستورا، یک پرده مخفی که شما نمیبینید. اون پرده را بین شما پرده ای هست،
شما درک میکنید اونها درک نمیکنند، شما میفهمید اونها نمیفهمید. این مطالب را، بعضی از مطالب قرآن هستند شما مؤمنین یقین میکنید، چنان یقین میکنید گویا با چشم سر میبینید، اما کسی که اعتقاد نداره او اصلا قبول نمیکنه. بین شما چنان پرده ای هست که شما را این ور قرار داده اونها را اون ور قرار داده. بعضی دیگه میگه این به معنی حقیقی هست. یک داستانی را نقل میکنند، یک روزی در مکه مکرمه سوره دهر نازل شد. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم سوره دهر را بلند میخواند. زن ابو لهب که به نام ام جمیل هست و امرأته حمالة الحطب، این بسیار با رسول الله مشکل داشت، بغض داشت، عداوت داشت. این خواهر ابو سفیان هم بود. این از همونجا بلند شد و بسیار بد و بیراه میگفت. آمد که با رسول الله برخورد بکنه، ولی چون زن بود رسول الله سوره دهر را میخواند. در این روایت هست بعدا رسول الله همین آیه را خواند: و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قرآن را بخوانی بین تو و بین اونها پرده مخفی که تو را نمیبینند. او آمد اینجا که با رسول الله برخورد بکنه، بد و بیرا بگه، نگاه که رسول الله را ندید، متوجه نبود کجاست. رسول الله در کنار ابوبکر نشسته بود. اینجا آمد فقط ابوبکر را دید، چند تا سوال از ابوبکر کرد و برگشت، خجل شد. یعنی به برکت همین آیه الله عزوجل دیدش را گرفت ازش. لذا الله تعالی می فرماید بین شما و بین کسانی که ایمان ندارن به آخرت یک پرده معنوی مخفی. و جعلنا علی قلوبهم اکنه، بر دلهای اونها ما پرده انداختیم، ان یفقهوا، از اینکه بفهمند، و فی آذانهم وقرا، در گوشهایشون بار سنگین است. ببینید چرا قرآن را نمیفهمند؟ به دلیل اینکه در رگ و ریشه اونها شرک جا کرده، جا خوش کرده. اونا هر وقت خدا را به تنهایی تعریف میکردی ناراحت میشدند. چنانچه میگه و اذا ذکرت ربک فی القرآن، هرگاه ربت را در قرآن یاد میکنی وحده، به تنهایی، وقتی توحید خدا، ولوا علی ادبارهم نفورا، برمیگردن اینها پشت سر در حالی که از توحید تنفر دارن. خیلی ها هستن از مسلمان نماها هم از توحید تنفر دارن. وقتی که فقط از خدا میگیم و غیر خدا هیچ کاری نمیکنه، میگه اینایی که اینطور میگن فلان گروه هستند. چرا از توحید انسان، کسی که فقط خدا را تعریف بکنه، بگه خالق خداست، مالک خداست، معبود هم خداست، مسجود هم خداست، خدا را باید فریاد زد، چرا بعضی ها ناراحت میشند؟ اینها ناراحت میشدند که چرا از خدایان ما نمیگی؟ ولو علی ادبارهم نفورا. و بعد با هم دیگه جلسه میگرفتن بر علیه قرآن، نفرت خودشون را نشون میدادند. الله میفرماید نحن اعلم بما یستمعون به. گاهی می آمدن سخنان رسول الله را گوش میکردند، بعدا میرفتن با هم تحلیل میکردند و راههای مبارزه و راههای اینکه جلوی مسلمانان را بگیرند با هم فکر میکردند. خدا میفرماید ما بهتر میدانیم اون چیزی که اینها گوش میکنند. یستمعون به اذ یستمعون الیک، وقتی که به شما گوش میدهند، فرا میدهند. و اذ هم نجوا، بعدا میرن پشت درهای بسته جلسه خصوصی میگیرند، توطئه میکنند. اذ هم نجوا، زمانی که با هم دیگه سرگوشی میکنند، جلسه خصوصی. اذ یقول الظالمون، اونجا ظالمین به هم دیگه میگویند ان تتبعون الا رجلا مسحورا، شما دنبال نمی کنید ای مسلمانان مگر مردی را که جادو شده هست. العیاذ بالله، به رسول الله میگه. الله میفرماد انظر کیف ضربوا لك الامثال، ای محبوب من ببین چگونه برای شما صفت و مثال بیان میکنند، شما را مسحور و جادو شده میدانند. فضلوا، از راه خدا گمراه شدن. فلا یستطیعون سبیلا، اینها دیگر نمیتوانند راه خدا را دوباره دریابند. انکار مشرکان دو چیز بود اینجا، هر دو تا آورد. یکی همین که وقتی توحید بیان میشد متنفر میشد، میگفتن چرا از خدایان ما نمیگویید،
چرا از بزرگان صحبت نمی کنید؟ چرا توهین می کنید به اینها؟ اونا توهین میدونست وقتی میگفتن که مشکل کشا نیستن، حاجت روا نیستن، کاری نمیتونه بکنه، میگفتن توهینه. در پاکستان گروهی هستند که اونها پیغمبر خدا را حاضر و ناظر میدانن، مشکل کشا میدانن، میگن هر جا هستیم رسول الله هم اونجا هست، مشکل ما را حل میکنه. اونا اونقدر خدا را صدا نمیزنند که پیغمبر را صدا میزنند. یا رسول الله انظر حالنا، یا حبیب الله اسمع قالنا، نه یا نبی مدد. بعضی تو سرودهایشون هم میارند یا رسول الله نظر، مدد، کمک. وقتی که به اونها گفته میشه رسول الله نافع و ضار نیست، حاضر و ناظر نیست، مشکل کشا نیست، اینا صفات خدا است، میگه اینا گستاخ پیغمبره، اینا نسبت به پیغمبر بیادبی میکنه، این را بیادبی میدونه. حالا نسبت به اولیاء الله وقتی بگیم این اولیاء خدا نمیتونه مشکل ما را حل کنه، اون وقتی خودش زنده بود و مشکل داشت، خودش مشکل خودش را نتونست حل کنه. تمام کسانی ائمه ای که بعضی مردم صدایشون میزنه، اکثر امام ها شهید شدند، نتونست از خود دفاع بکنه، شهید شدند. اینا را مردم بیادبی میدن، توهین میدونند. لذا یکی از اشکالات اونها این بود که وقتی توحید بیان میشد پشت میدادند، اظهار تنفر میکردند از این بحث. دوم این که قیامت را هم قبول نداشتند، تمام مشرکین قیامت را هم باور نداشتند. الله می فرماید وقالوا اذا كنا عظاما و رفاتا، آنها میگویند هرگاه ما بشیم استخوان و رفاتا، یعنی پوسیده، استخوان پوسیده بشیم، اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا ما دوباره مبعوث میشیم به پیدایش جدیدی؟ جدیدا خلق میشیم، دوباره درست میشیم؟ استخوان چطور خلق میشه دوباره؟ الله عزوجل میفرماید قل کونوا حجارة احد، همون که قبلا عرض کرده، انسان وقتی که با قدرت خودش قیاس میکند، بله ممکن نیست، من و شما نمیتونیم از استخوان آدم بسازیم. مشکل اینجاست که این انسان ها خدا را نشناختند، معرفت خدا و شناخت خدا ندارند، خدا را به خود قیاس میکنه. لذا میگن من نمیتونم این مرده را زنده کنم، دیگه نمیشه، زنده نمیشه، کلا انکارش میکنه. الله عزوجل مخلوقات بزرگ را مثال میده، میگه ببین این آسمان را با این بزرگی من چطور خلق کردم، اون هم من خلق میکنم، کاری ندارد. و همچنین اونها میگفتند اذا كنا عظاما و رفاتا، هر وقت استخوان بشیم و پوسیده بشیم، اینا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا در پیدایش جدید دوباره مبعوث میشیم؟ ممکن نیست. الله جواب میده. ببین بنده قبلا عرض کردم که انسان در دو راهه هست، یا اون چیزی که عقل ناقصش و عقل محدودش، که این عقل ما بسیار محدوده برای این دنیای ما ساخته شده، خیلی از چیزها درباره آخرت گفته نشده چون ما نمیتونیم درک بکنیم، بعضی که گفته شده هم بعضی از ما تردد داریم، چرا؟ چون با این عقل میخوایم ترازی بکنیم. اما وقتی که با وحی الهی نگاه میکنیم، خدا میگه میشه. الله میفرماید نه اینکه استخوان شدی، قل کونوا حجارة، شما تبدیل بشید به سنگ باشی، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا چنان مخلوقی که از آهن در دل شما بزرگتر. از آهن چه چیزی سختتر است؟ فولاد. اصلا جنس شما از فولاد باشه، هر چی باشید الله تعالی شما را دوباره خلق میکنه. فسیقولون من یعیدنا، از شما میپرسند، میگویند من یعیدنا، که دوباره ما را بیاره زنده میکنه؟ الله تعالی جواب میده، اما این جواب پروردگار همراه با دلیلش است. قل الذی فطرکم اول مره، بگو اون خالقی که شما را خلق کرده بار اول تونست
که بدون الگو بودید، بدون نمونه، بدون نقشه قبلی. بار اول توانست، الان نمیتونه. چرا نتواند؟ الله می فرماید قل الذی فطرکم اول مره، بگو آن ذاتی که شما را خلق کرد بار اول، فسینغضون الیک رؤوسهم، یعنی تکان میدهند به شما سرها را. عجب، تعجبا تکان میدهند، باور نمی کنند. خب بعد به صورت استهزاء مسخره خداوند کل اداهای اونها را ذکر کرده. به صورت مسخره و استهزاء میگن و یقولون متى هو، این کی هست؟ کی میشه این اتفاق؟ قل عسى ان یکون قریبا، یعنی بگو که امید داریم که نزدیک بشه، زیاد دور هم نیست. اما کیش را نپرسید، کیفش را بپرسید، یعنی کیفیتش را، صورتش را، به چه کیفیت میشه. الله می فرماید یوم یدعوکم، روزی که شما را فرا می خواند پروردگار به وسیله اسرافیل. اسرافیل را میگه که بوق بزن، فوت کن در اون شیپورت. یوم یدعوکم، روزی که شما را فرا می خواند، فتستجیبون بحمده، شما اجابت می کنید همراه با حمد، یعنی به سور اسرافیل، به دعوت داعی اجابت میکنید، تون تون میایید و حمد خدا هم میگویید. خدا را اونجا تعریف میکنی، اینجا انکار، اونجا تعریف. فتستجیبون بحمده و تظنون الا لبثتم الا قلیلا، وحشت اونجا به اندازه‌ای هست که میپندارید، فکر میکنید در دنیا نماندید مگر بسیار اندک ماندید، کم ماندید. لذا الله عزوجل میفرماید ما در اون روز شما را چکار میکنیم؟ شما را صدا میزنیم. اون وقت به صورت اتومات، به صورت خودکار شما میایید در میدان، در اون میدان حشر همه حاضر میشید. الله عزوجل اعتقاد راسخ، ایمان و باور کامل بر اساس حقیقت و واقعیت، اون چیزی که قرآن میگه بر اساس اون به همه ما نصیب بفرماید. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. پروردگارا ایمان ما را کامل بگردان، باور ما را کامل بگردان، باور به حقایق، باور به واقعیت ها، باور به اون چی که قرآن میگه. پروردگارا شک و ریب و تردد و تزلزل را از ما دور بگردان. پروردگارا بر اساس این باور و بر اساس این ایمان توفیق عمل بده. اله العالمین چنان خشیتی به ما بده، چنان خوفی از خودت به ما بده که به سمت معاصی نریم، به سمت گناهان نریم. چنان یقین به ما بده که اون یقین ما را وادار به اعمالی بکند که به بهشت تو برسیم. اله العالمین کمبودها و ضعفهای ما را جبران بفرما، کمبودهای عملی ما را و بقیه مشکلات و ضعفهای مالی و غیر مالی همه را برطرف بفرمان. ای مشکل گشا، همه مشکلات این امت را، این مردم را حل بفرما. پروردگارا همه مریضان را عافیت عنایت بفرما، گذشتگان را غریق رحمت بفرما، وسیله آزادی زندانیان را فراهم بفرما. پروردگارا بی اولادان را اولاد بده، اونایی که اولاد پسر میخواند اولاد پسر عنایت بفرما. یا رب العالمین، ای ذات بزرگ، دعاهای ما را قبول بفرما و در این شبهای پرخیر و پربرکت ما را از بندگان موفق بگردان، از محرومین رمضان نگردان، از اون محرومینی که فقط به فکر استراحت و سفره خوب باشند و دیگه به هیچ چی فکر نکنند، از اونها نگردان. پروردگارا به ما توفیق بده اعمالی را و
عباداتی را که موجب رضای تو هست ما را راهنمایی بفرما، از ما راضی و خشنود باش و زندگی ما را با رضایتت سپری بکن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك.